سلام، اومدیم با قسمت پنجم واگا بند یا بوند یا بیان. استاد واقعا تیشرت عوض کرد و اومد. من فکر نمی‌کردم. ممنون از این PSH ماریفال نگارین ماهی بارکود. از حریص عزیز معذرت میخوام که اسم خانم‌ها رو خوندم و اصلا خانمی من میبینم تو تلویزیون. گناه کبیره است به هر حال. وسط کار بودیم ما. من میخورم داداش. من ماشینشو دستکاری کرده. حاجی اینا افشاگری رو شروع کردن. آره بذاریم دالگون بیاد. دالگون کجا هست حالا؟ با کت سفیده دیگه جلوش در اومد. نه بابا اومدن تو دیگه. این روس میگه اوجی. الان دیدیم داداش حافظات باز رفت بردش تو اتاق علی. چای بابونه. چند تا عکس با هم بگیریم. بدن و ذهنتون آره. 많이 드세요. 나보다 그쪽이 더 필요할 것 같은데. زیرنویسی کن. 다이내믹스한테 얼마 받았어요? 상대 완전 잘못 골랐어. با بد کسی در افتادی. 내가 니들 راقب باش. 골수까지 완전 빨아먹을 거거든. او 차장원 씨, بارگم بره. آقای چا. 내가 어떻게 도와주면 되겠어요? آخ کلن چیز انگلیسیشو نذاشتم. قبلی بود؟ نه بچه‌ها که انگلیسی باز 이제 보니까 به درمان نویس نیاز انگلیس از بالا و زینویس فارسی از در پایین. پایین. 돈이 당신을 붙잡는 게 아니라 چای رو نزد؟ فکر کنم فوش مادر داد بهش. 차득이 시켜놨습니다. 후문으로 나가시죠. از در پشتی که اصحاب رسانه حمله نکنه. 조부영 이란 기자 어떻게 된 거야? مرتاجی 설치되는 게 적정 수위를 넘었습니다. 그대로 خلاصش کرد. 상의도 없이 멋대로 처리해? گواه اضافه. 말 한 번만 잘못했으면 청길 낭떨어진 거 몰라? دیگه داداش چیکار میکردی؟ 일어났으니까 걱정하지 마십시오. 자 정문에다 대기시켜. 기자들 때문에 참가실 겁니다. برام اهمیت نداره. 더 의심받아. او؟ ببین سیاست کاریش اینجوریه. آره بچه جدی علی راضی رو با گاباند دوم بگیریم. جدی 그러니까 비사원치기를 존의 마크사라 추락시켰다. 뭐 이겁니까? 네. 그렇게 주장하시는 근거가 뭡니까? تا دلت بخواد آجی. 있어요. 지금 국정원에 نگو دیگه احمق. خب الان با جدی گاف نیست یکم. نباید اعلام کنه. حداقل چند تا نسخه. 비슷한 주장들이 많았어요. چقدر تو کوروی آجی. خیلی 한 건도 없었고요. 시켜주세요. 저 나가겠습니다. چه صافه. فقط پیشنهاد و تعریف. 이름 분인데 그 심정 آخ اون عکسات لو بره. لو میره ببینم چجوری میخوای سر بلند کنی توی اجتماع. زمین گرده داداش. این کیه؟ ندیدیمش نه؟ NIC علی. 하나이건이 조용히 시키랬지. آخ 그 자식이 기자들 앞에서 그렇게 NIS. 넌 뭐하고 있었어, 이 새끼야? صداتو بیار پایین. 사람이 없는 말 꾸며낸 건 아니지 않습니까? 어차피 이렇게 된 거 제대로 수사하는 게 너 모로코에서 간땡이만 불려왔냐? 아, 나 지금. آلش. رئیس مینجشک. اوه اوه میخواد گردن یارو بشکنه فکر کنم. 예, مگه نگفتم بشه ما پوفیوزه کسی خبر نداره بیرون. 잘하겠습니다. بله رئیس. 아이씨, 기자들 뒤처리를 왜 나한테만? 이게 다 너 때문이야, 이 자식아 이거. 너 이번에 중동 반군 지역으로 내보낼 거니까 شورشی خبر بیار. 죽기 싫으면 당장 사표 써가지고 와. نامه استفاده بیار. 나가. 나가. در چقدر بد حرف میزن. خب بابا رئیسشه دیگه. 이제 못 찾겠네. 기사 آقای کی کارو در میاره؟ ها؟ 차라리 우리가 먼저 수사하는 게 나아. ها جون تو حال باری کردی؟ کرده داشتم همون فیلم میکردم. فدات شم. آخ مایکل. مایکل عرق ویسکی لوگان کلت. اسلحه کولت که نیست. کمری. کمری هم نیست. دست کبود. تتو چی اون؟ تتو نیست زخمه نه؟ جای حلقه است. اینجا چی؟ با این بی حال و بیهوش شده علی. آره. خود نویسه مسموم بود همچه چیزه فکر کنم. داداش با دست چپ نوشت این دست راست بود تو عکس. خوب شد تو پلیس نشدی. خدا رو شد فدات شم. استاد با ما هستن تو این پرونده. فدات شم. 제가 보내드린 사진 보셨습니까? همین پیش باد داشتم میدیدم. بزن 전 마이클 죽음이 비행기 추락 사고랑 무관하지 않다고 생각합니다. 그래서
언제까지 민 국장님한테 당하고만 계실 건데요. 우리가 국장님 도울 테니까. اوه 능력 없는 애하고 시끄러운 애하고 이빨 빠진 놈이 모여서 뭘 할 수 있는데? 저기 국장님. پشمام چقدر خوب گفت صفاتاشونو. آره منم. 국장님도 와이프 자살하고 이상하다고 하셨잖아요. 딱 거기까지야. 내 친구가 왜 죽었는지 궁금한가? 하나들 봐. وای علی راست گفتی دقیقا چپ و من راسته چی بود گفتم؟ این یادش من مایکل راست است چپ دست بود آفرین. راست است. یعنی دست اصلیش نبوده که خودشو با کوله آره زده آره حال کردی چپ دست بوده بعد علی کاراگاه میشدم باره کلا خدای حلال رفیق فقط این بوده مایکل برام این علی فهمید آره 이 새끼가 국장님 원래 이런 분 아니지 않습니까? همش عرق و دختر بازی بیشور زبون به درن بگیر راست گفتی علی این دست فقط راستشه آره مایکل چپ دست بوده با چپ امضا زد باری کلا علی اصلا پرام ریخت رفت تا 2 سال دیگه کسی خوب بگه 2 سال به یه بار اما این تعریف جدی یا خود آخرین چیز تخریب خوبی که گفته فکر کنم جدی 2-3 ماه پیش بود اه؟ 오른손으로 방아쇠. باری کلا باریکلا خدا جای حق نشسته چی داد. فهمیده آره. خدایی فدات شم. از تو بعید بود آجی اونم ضبط تا آخر آجی 대통령 초청으로 청와대 가는 거 알아요? اوه 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 몇 시대요? 근데 그게 다 가는 건 아니고 유가족 대표로 몇 명만 가는 거라. یکیش اون زید اون کمک خلبانه است چرا تو مایتابه رستورانشون غذا میارن خیلی فرهنگشون ما چرا تو صمیمیه. 20 میکشیم میبریم 써니부처럼 흥분들하더니 그 여자가 곳에 기자들한테 손 به درد نخور چی؟ اوه اینو میگه به درد نخوره لی آه. 또 자달거이가 우리 둘이서 뭐 어쩌겠노. 그냥 확 안아고 자달거이한테 말해라. آخ 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 میخواد بگه که ریدیم آجی آره شب میاد خونه ولش کن. نه خب با اون هم خونه میخواد بیاد نفهم با هم زندگی کورس احمق اون خونه خودش نخواد مراکش بود باز اینجوری چیز شد خوب گفتم رفتم وای مامانه باز گن به بار آورده علی آره. 5 میلیون وون لازم داره 아, 내가 무슨 돈이 있어? من ندارم داداش 해결하라고 해. اوه 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 내가 بالاست بالاست 나는 평소에 니를 봐도 겁이 난다. ایگو ایگو. ایگو معنی داشت بچه ها گفتم به قرآن اه. اه. چقدر آیگو نه بده اینا رفیقن علی آه. اینجوریه ولی حالا بگم تحقیقات تو یورونیوز من خوندم نوشته که تو این چیزا شبا خیلی خیانت میکنن به زن اه. شوهراشون آره 물 빼러 간다. 화장실로 가래. 아니 3월 방가리 끓일 장소 어딨습니까? بعد جوی سرزقش داره میکنه چی میخوان از این یارو نمیتونه 넌 اه 나의 자존심을 건드렸어. به حاجی قانون حالا بخ ولکن 화장실 갔다 와가지고 니 올라가니 오늘. 어? آیگو چه بده فکر کنم هم کارت مار داشته بردن علی آفرین به گوشیش اه این کی چیزه گوهریه آها باریکل با با لباس میخواد به مبدل؟ کجا بره برکلا خودش تنهایی دست به کار شد جونه داداش اون کی بود علی تو نور زرد لو رفت کیه چیزی نمیشه منم قربان آخ ببخشید قربان 뭐해리? 네가 이 밤에 여기 웬일이냐? 여기가 무슨 야간 고등학교도 아니고 제가 오면 안 됩니까? 아니 업무도 없는 놈이 기웃거리니까. اومدم اضافه کار 사표 쓰러 왔습니다. 됐습니까? 아 자식. دخترمی بابا این حرفات چه آره. گلی به دل بابات نگیر اینجا دیگه. قدرتمند بود چرا کنزی 몰라? 일 많이 시키면 골치 아픈 거야. 설치고 돌아다니면 돌 맞는 거고. برای خودت میگم ها الان اسم اون یارو وارد شده داری میگیری چی میگم وارد اتاق چیز شد اتاق چیه مدارک و آها اینجور چیزا رو اینجا نگه ممکنه. میدن یادت مثلا من پلیسمون داشت. توی موش اونجا کار بایگانیش برسانش بایگانی علی فلشه رو میخواد علی ببین الان خالیه آره جون آه. تو اون همه جا رو پر که فلش پاک شدی نه دستش تونده ویروسیه آجی آخ. ویروسیه بابا چند تا نسخه باید میریخت رو چند تا جای اشتباه مختلف کرده و بعد نه؟ 10 نفر میفرستاد چقدر پیش پا افتاده عمل اینه به یه می‌کنن. هکر مشی بده اوکیش میکنه حاجی
اوه داره میبینش آجی. ولی کی میبینش؟ زنگ زد به این علی. به کی زنگ زد؟ کی اومد تو بازی؟ گوهری. آره چطوری؟ میای تو تیم ما؟ پشت سرت. بله همین الان؟ من دارم میبینم. بگو بیاد بالا دیگه. کی با ما سالی عربی؟ کی با ما؟ آقا کی جدی آدم درستیه. کتابخونه قرار گذاشت. آدم چیزا دیگه. من حدیثم کتابخونه دارم. ویروسش کردن. ویروسی نشد. 제 눈으로 직접 확인했으니까요. آقا یکم آرومتر اینجا کتابخونه است. ببخشید. علی اینقدر سفیده؟ من چقدر سفیدم با این نور؟ مگه من سیاهم در حالت عادی اینجوری جلو بچه‌ها میگه نورش سفیده. 비행기 추락으로 211명이나 죽었습니다. خانم کتابخونه است اینجا. دستور مدیر کل بود. 국가와 국민을 위해 소리 없이 헌신하라. 그게 요원으로서의 사명감이고 ای 자존심이다. ول حاجی اینا همدیگر پیدا کرد. آره. 제 귀에 딱지가 않도록 팀장님 입으로 말씀하신 겁니다. 술 많이 마셨냐? 그지? 깜짝같지? 완전 속아 넘어가더라고 얘. 아 내가 달렌트를 냈어야 되는데. 민국당 이상복 의원한테 넘겨. 검찰보다도 국회 쪽이 파급력이 اطلاعات داد بدم بچه مجلس. آره. رئیسشون میشه اون پیرمرده که شبیه کاریکاتور بود. من گفتم تو رفتار رئیس جمهوره. 거기까지 하셔야 되겠습니까? 내키지 않으면 넌 빠져도 돼. 사직서까지 서가 댕기는 사람을 서운하고. 근데 고현이가 언론에 먼저 터뜨릴 수도 있는 거 아닙니까? 그럴 용기도 없고 능력도 안 돼. 입으로 떠들어봤자 이쪽에서 부인하면 그걸로 끝이야. آخ این با ما نیست علی. آره من فکر کردم با ماست. پشما. این داره میشه. نه آقا کی با کیه؟ 왜 바이러스에 걸렸는지 ضبط کرده. آه چرا؟ ضبط کرد. 제 눈으로 직접 확인했으니까요. وردا دیگه بگو. ولی کار درست. ببین داره گوش میکنه بفهمه منظورش. نه الان داداش نه مدرکه. یعنی الان اثبات میکنه که ما یه فیلمی داشتیم که الان ویروسی شده برای رسانه‌ها. علی آقا کی با ما نیست؟ اغذیه است اینجا. اغذیه خوره. 왜 없어져? 바이러스 사고래. 설마 그 얘기 믿는 거 아니지? حالا که شده دیگه. بابا با این چه میزه با از میچرخه علی میزه. 무슨 일이 벌어졌는지 몰라서 이래? 눈앞에서 기자가 죽었고 그 새끼들이 나까지 죽이려고. 알아. آره. 아는데 뭐? میگه چیکار 저건 کنه؟ 안 해. 존에 막사 뿌락지가 있다는 건데 어떤 새끼인지 찾아내야 될 거 아니야. 나 그럴 힘 없어. نه خب به این ندین جدی حالش بابا بد اعصابش خورده دیگه حق داره. مست میکنه آخه. نه نه به جای خوبی نمیره. نه 수사 같은 거 안 한대. پس خودم باید دست به کارش. آقا یه چادر بابا داداش. نه طبیعی اینا که چرا ریلکس برگشت مشروب میخورن دیگه همینه. 국민을 위해서 존재한다며 این بود خدمت. 이런 일 해결하는 전문가니까 믿고 맡기라며. 그만 좀 해. 내가 왜 달건 씨한테 욕을 먹어야 돼? 뭐? 나도 이것저것 다 راست 해봤어. میگه خب کنه. اون که نمیدونه داشت نگفته به اون 근데 که. 나보고 뭘 어쩌라고? همش جیغ جیغ میکنه به سر. 솔직하게 얘기해. 이번 일로 포상받으려다가 물 건너가게 생겼으니까 عجب آدمیه. عجب خیر اینو نباید میگفتی حاجی. آره چون هر گناه کاتونش داشت. کرد. 니들 국민 세금으로 월급 받잖아. دل این دختر رو شکون. دلت خدا دلتو بشکن. دلت بشک. 그래도 사명감 정도 있어야 되는 거 아니야? کارت بد بود. دیگه نه من، چادال نه تو. کن بابا. 군대에서 8명 목숨 구하고 돌아가셨어. آخ اون وقت به من از این حرفا من میزنی میزنی. پوفیوز. 아빠는 영웅이 됐지만 من دختر یه قهرمانم. 우리 가족은 얼마나 힘들게 살았는지. آقا کات جدی به نظر. 공무원? 사명감? از همه انتظار داشتم از تو نداشت. نداشت همین چی میگه؟ 만큼도 없어. 다 먹고 살려고 이 짓 하는 거야. آه 나 چقدر 하나 잘리면 دیگه 우리 پول 가족들 다 نداره. 길거리에 나앉아. فو 사는 거 달건 씨만 괴로운 거 아니야. چقدر خوب گفت. حقیقت رو زد تو سر و صورتش که فقط تو مشکل نداری. مجبورم حذف بخونم کرد. کپی رایت رو چیز کنم بچه‌ها. پاک کرد چون دلش شکسته ها. پاک نکرد عقلی کرد. کوچیکی های گوه هست. چرا بزرگ شده موهاش بور شده. آقا من بزرگ شدم یه خطا رو واسنم مو داشتم من.
ریخمه بابا دارم رنگ مرو گلت میکردم وز دورم اینجوری شانه میشکست دلشو شکن گوبریشه داشت بزن جلو که نخونی چی شد؟ خواب موند نه جلسه کاخی با خانواده هایی که فوت کرده منم زیاد خواب میمونم آجی میاد اینجا یه حسن میگه ای کلاس داشتم الان نه داداش یه رو بمیرم زنگ بچه میگه من نمیام ببخش مسواک میزنی عجله داری آجی من عجله هم ندارم مسواک داری دنبال بهانه ایم نزنیم بابا نگفتیم برای مجاق بلشته کی فکر کنه کسی مگه مد نظرته که ببینن دیگه به هر حال روتین شد ازباجوز یعنی میشه خود از دهنت بشنم ندادش خانم گوهه نیست باری کلا که دیدی عقلی کرد لیلیه به غذا میخواد نظریه با غذا میخواد بکشم نظریه بردم بیا تو خودت فکر کردم زه آره بابا چقدر لیلی بد بود داداش مگه این چیز نبود بندازش پایین آجی بندازش پایین نندازش پایین بابا بندازش پایین دیگه بیوشی بود کجا هم بیوش شد جاش مهم نیست علی آقا چسب بود لیلی چه وزهیه نه لیلی اسمش چیه لیلی کامنت کنین لطفا اسمشو ممنون میشم آخ گوه اومد اینجا چی نظریاری غذا ریخ بیسکویته که بازه اوه فهمید بو برد این چیز دیگه چادالگونه روش چیز گذاشتن لیلی اومده کیو ببره راست یه چیزی میگه نامه آدم از سریال پرد میشه بیرون خدا ازت نگیز چی میخواد تزریق کنه ایشالله که هروئین باشه یه حالی هم بکنه بسه بابا ایشالله چی رگ نداره این رگ نداره با ماشین زد بیش باریکشالله خانم گوه گوه بگیر بالاش باریکشالله نزار بره یه اینجوری هم کنی فرمان میره دیگه اون نیکی دیگه نامت تریلی انگار میشه خونه تعقیب و گریز داریم این قسمت گوه ببین جلوش ها گوه وای نستی داشت این دفعه فقط اخ آتیش کرد تو چرا قرمز با دوست ای بابا راست برو چپ دیگه یره نسناس من اونجا بودم خدا شده آمبولانس الان چپ کرده بود آخ نزنه بوری کل آخ لیلی رو زد لیلی رو زد این پسره که فکر نکنم دیگه بتونه ماموریت بره آروم بگیر دیگه آمپول بکن توش با سر دیدی ای بابا پرپر شد لیلی لگن لیلی بگم شکست نه خدا نکنه چه خوب زد لولش تو اون وضعیه خوب زد تا بیا مرزتش اوه کلاسیک ترکی داشتی چقدر طبیعی بود این صحنه خیلی این صحنه ترکیدن واقعا اتفاق میفته آجی دقیقاً همینجوری لیلی هفت جون داره خانم گوه رسید نه آخ فکر کردم منم گوهریه آره آمپول فقط برداشتن علی که فضا دیگه پاک باشه اون چیز بوده سم توش بوده حتما اگه بمیرین شما بدل کارم هست آماده است بدنی آبا بودش خب برای تفریح چپ میکنه بیا بالا تو بودی دنبالم خیلی مردی خیلی نوکرتم با مرام ببین رابطه اینجوری خوبه برای هم آدم ها بجنگ جدی ایشالله برای همه جوون ها اتفاق خودش که نه بقیه ایشالله برای چی خودش که نه منم دل دارم پلیس چقدر پلیس قوی داره کلاجی گله بگیر نه بابا میگه گوش کن نه اون چیزه هست همون صدای کیالی
فکر کنم شکوفه به گل چرا باید گل بگیره وسط تعقیب گریز؟ بابا من چه میدونم کره شاید بدن همون حرف پاک شدن یو اس آقای کی؟ یه نار بزنیم مالا که خوشحال شدیم. چه تعداد؟ بابا نمیشه آخه چیز بخار معده گفت. فتای یه تار موت آقامون ها. چه حالت هواجی دیگه داداش چیکار کنیم؟ افتادی به جون خانواده ما. او؟ دختر سره؟ نیستین شما. پس حق ورود نداری. 못 들어가십니다. 저 국정원 직원이에요. اینم همراه من. ایشون. 들여보내주세요. 죄송합니다. چه دهمه 죄송해하지 말고 좀 들여보내줘. چه دهمه 열어봐. بابا کاخ ریاست جمهوری که میزنن با گوله تو. کاخ آبیه نه؟ 나도 유가족이라니까. 대통령님 چقدر عربده میکشه همش. حاجی کاخ ریاست جمهوری که خوراک تکدیر اندازه. بابا همش وضعیت رو بدتر میکنه. میخوان در نقش توریست برن وارد کاخ ریاست جمهوری بشن. ای گمولی بلا گمولی پاشو. توی معاملات از گمولی استفاده میکنیم قطعا. بابلی مثل سگ ما رو میزنه اون لحظه. ببین چه قشنگ شد. مجوز ورود. عمویی رو حتما سرمایه دیگه ببرینش. عمویی چیکار داری با عمویی؟ سرمایه عمویی رو عوض کن. این کثافته خانومه. همش این کثافتن بابا. از دم. سلام چاکر. دستشویی کجاست؟ 홍보관에서 안 다녀오셨어요? 아 갔다 왔는데 بابا چه سوال احمقانه که پلیسه. پلن رو دید یعنی خیلی راحته اونجا که الان از پنجره دستشویی میاد اینجا. چه شلوغ بلوغه. سگ اومد. سگ اصحاب کرد. پرزیدنت اوه اینجا جودوکاره هست علی رفیقمون. دستم ببوس. نه چه دستشویی. این عکسایی مثلا رئیس جمهور خیلی آدم مردمی و دیدی از دستشویی میره. بدل کار خب بگیره ایست بابا این وضعیت اضطراری معمولا با گله میزنن اینجور موقعیتو. حقیقتا دیگه اینجا رو باید رد بشیم گذر کنیم به خاطر خانم‌های جمع گذر می‌کنیم. لحظه آرش هم بشین منو ببخش گذر نکردم. میگم چش. بابا این دیگه باید بگیرنش. بچه‌ها مهدی بوده که نیست بزنید به گله دیگه. اگه الان کمربند انفجاری داشتی. جا خالی رو داشتی؟ راپله سقوط اومد. سقوط کرد. مگه خونه خالص اومدی تو؟ بابا دیگه بادیگارد ریاست جمهوری نباید این بزنی. من دیگه با خاطر آرش هم شده نمیگذرم از این صحنه. آرش وایسادم پات. بدنی آماده است. گرفتن. چیچی نگو دیگه. حرف تو شد گرفت. تو داشت یک کمربند انفجاری داشت تا الان ترکیده بود کل این منطقه. کت سفید اصحاب رسانه آمدن. بذارین بیا تو. عجب چیزی ببینش تو. ای بابا ما اومدیم به مردم خدمت. 심각한 규정 위반입니다. 여기 지금 저 사람만큼 심각한 사람이 어디 있어요? 이건 저희 경호실 수관입니다. 아무리 총리님이 국민들을 뭘로 하는 거야 지금? باری کلا حاجی میدونی همه نشست حاجی ولی از با اوناست مردمه. این پوفیوز. بالاخره خوبه یا بد؟ 저건 데리고 들어오세요. با احترام خواهش میکن. دستاتون هم باز کنین. با احترام. اوه این با ما نیست پس. 항공기구에서도 조사 중이지만 우리도 국정조사와 특별법 제정 یک مهمون جدید داریم. 정보가 할 수 있는 یه صندلی بغیر رئیس جمهور بذار اونا بشینم اونجا. چیکار به اون راست وظیفش نشستن نیست. اطلاع رسانی و با احترام. 괜찮으니까 어서 모셔요. اجازه نگو میخواد رئیس جمهور تعطیل کنه. تعطیل کنه؟ می‌بینی سریال مثلا بخواد بگه رئیس جمهور آدم خوبی یعنی اینو میگه. ممنون قربان. گلی مشاخلاردان. 혹시 우리 경호원들이 بله مثل سگ زدن. 앉으세요.
تابیقشون میکنم. 자리 좀 마련해. بیا پیش خودم بشی. هیچی یه نمیشه. صندلی بزنین بغلش. تروریستی بوده. 고장나 떨어진 게 아니라 테러당한 겁니다. بابا حلالت بابا حلالت بابا خیلی اینجا خوب جاش نبود ولی حاجی اساره یا اساره به گل چقاپش افتاد. 무슨 말씀입니까 그게? 비행기를 몰았던 부기장이 테러범하고 짜고 همون شوهر همون 비행기를 추락시켰어요. 여기 기자들도 있어요. لطفا حرفاتونو 군이라도 허황된 발언은 반드시 책임을 져야 میپذیرم. 저 소리 하는 거 아닙니다. 그 테러범 얼굴이 찍힌 동영상이 국정원 안에서 사라졌어요. چی؟ بوزینه رو دیدی چه زش بود ولی مرد خوبیه بله همین آجه 그게 여기에 국정원 그 직원들이 나눈 대화가 들어 있습니다. اوه اوه آخ. تموم شد حله. تموم شد. ولی قسمت 5 ماجی 15 قسمت دیگه چی میخواد پخش کنه اگه تموم بشه 네가 그걸 어떻게 알아? 제 눈으로 직접 확인했으니까요. دستور مدیر کل بود. اوه اوه اوه. چه مجلسی شد. ببخشه قرب اینو آوردیم تو یارو خوش کشید حاجی سنگ رو یخ شد رئیس جمهور چی بگه الان؟ ریدم حاجی من رفتم آقا تروریستی بوده جو متشنج نکن اینجا. 오상훈 씨, شوهر چطور عوضی کجاست؟ 김욱이 부기자 어디 있냐고. آخ. 나한테 도대체 왜 이러는 거야? 김욱이 앞으로 50억짜리 보험 اوه 들어왔잖아. اوه. 당신이 만든 걸로. اوه 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 الان دستبندش میزنم حاجی دیگه آره. ببرینش. کت بسته ببرینش. الهی چیزی چی گرفت که صافت بچه من قلبش گرفت. زایی شوهر. نه نه جواب نمیده حاجی اینا دیگه نه آخ آخ رفت. جواب نمیده تبیش نکن زن وگی رفت. ندیدم حاجی اینا آوردم تو ببخشید قربان ببخش. پخش داره میشه از تلویزیون کره. کار بد بیخ پیدا کرد. حاجی الان خیلی برای چیز بد میشه گوهری ده اخراج قطعا آره صداشو تشخیص میدن. ای بابا این کیه؟ بابا این آدم با خداییه این چیزه خدمه کمک میکنه بازی آشغالا رو میذاره دمه ده ظرفی چیز آجای فرانسه 사람 보고 장사하는 거지. در رای مردمه. چش کرده جی آره یکم دیگه برید. اوه 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 این اوه موادی. ای رفیقه که کشتنش با تیر. کمک خلبان داداش ببخش نه اوکی من خودم الان فهمیدم آره کمک خلبانه سری کجا قایم شده آره. پدرسای پول گرفته این مرده دیگه اسمن آره دیگه قایم شده ممکنه زنده باشه. این اگه زنشو میبینه ولی ببین یه جای قایم شده سگدونی از کار درسته که دختر دمت گم 제 속시다 아니야. من موام دقیقا مثل گوهری بود یادته جدی رو باسن مو داشته بابا تو رو باسن که نبودی. ولی شانه میشکست. حاضرم قسم بخور. صدای منو پخش کردی آره صدا تو پخش میکنم 저 지금 무지 바빠서 خداحافظ 그 사직서 아직 국정원 직원으로서의 제 행동 후회하지 않습니다. سرم بالاست ها. شما پوفیوزه دور منو خالی کردی 민간이신 분 되면 کثافت وایسا ولم کن. خوشگله کجا بیزودی ای. اومد مست قربان اومد. ای بابا قربان اومد. اوه. یه دستور رسیده که با علی گلبی دم دفتر بودیم یادم میفته بیاین زیر زمین شما جز ریدن توی مدرسه کار بخونین دیگه یکم. پوفیوز کارتون کنین. کارنامه‌تون رو گم کردیم اینقدر نیومدن خودتون خسته نشدین اینقدر دفتر میای؟ جدی اینقدر بعد نبودیم دیگه تازش خیلی بد بود. 물러났습니다. چی تازه الان داره موضوعی سر نیست. زبونا 네가 차장이냐 국장이냐 뭐냐? 네가 뭔데 책임을 져? مثل واقعش گویلیست بابا 알겠습니다. 이거 하나 던져주고 나가면 집구석에서 편히 지낼 수 있을 거라고 생각했어? یعنی چی؟ آها داره میگه عواقب کاری که کردی. آخ. 기밀 정보 باید اثبات کنن علی حالا 빵이요?
사달건 만난 적도 없는 거다. داره میگه اینجوری بگو چادالگون رو کمکش ندیدی میکنه، آفرین علی. دقیقا 녹취록 전해준 적도 없다고. اون به زور ازت گرفته 그렇지만 نه بابا اصلا میگه ندید 원하지 않을 거 아니야. بعد چادالگون حاجی از داره. کجا آورده پخش کرد وای حاجی شطور دیدی حاجی ندیدی مگه میشه تو اینا رو نفهمی آخه دارم چجوری می‌فهمم، تو ازم زندگی جدا چجوری شدی. غذا میخوری تو خودت 뻔뻔한 건 자신 있는데 제가 부인하면 그 혐의가 기태호 팀장한테 آقای کی که 지금 누굴 걱정해? کی گوره باباش ولش کن 그럼 나는 پس من چی 네가 숙모라 숙모가 내가 사표를 써야 بالا دستید آه سه تا بچه داره این راست میگه 내가 지금 7 سال عائله داره بشین می‌تونی گردیم بخوریش. نوکر هیچ چی؟ ببخش هیچ اینو چی بود گفتی 그놈들이 모로코에서부터 저를 죽이려고 했습니다. 그놈들이란 게 누굴 얘기하는 거야? تو آوریش تو آجیا 아, 그 부기장이 1년 전까지 그쪽 항공사에서 근무했고요. 그 와이프도 그쪽 승무원 출신이고요. اینو میگن صرف نشسته اینجا نه این نیست زنش 서건 씨한테 나나 좀 ولی کافیه دیگه 봤어요. 납치와 살해 위험에도 불구하고 진실을 밝히겠다는 그 용기. فدات شم داداش نوکرتم آجی این حرفا چیه یه خونه و یه ماشین بهم بدیم میرم 이 사람이 이번 의혹을 어떻게 파헤치는지. زیر میزنه من 고맙습니다, میگه 대통령님. زیر میزنه داداش بعید میدونم آره 뭐 하나만 준아. 부탁드리겠습니다. 말해보세요. 녹취록에 나온 국정원 사람들 해고 안 나가게 해주십시오. نونشون اونم رو به نبر چشم موهامو اول برم سفید کنم بچه 문제가 아니야. 그 사람들이 아니었으면 이만큼 밝혀내지도 못했습니다. 부탁드리겠습니다, 대통령님. استاد چک میکنن ضبط قبلی که پر شد حلال دوستا فدات استاد خیلی مردی 쪽으로 집중돼 있는데 그 사람들 해고하는 게 그렇게 좋을 것 같지 않습니다. حله اونم دیگه حل دیگه چیکار کنه قول من قول همینو بکشینش تو را داری میبرینش پوفیوزا 차달구실에 안 가는 곳이라는 명령입니다. نمیخوام آقا خونه خودمون بهش سوء نشه 대통령한테 제가 부탁드렸습니다. آخ همون دفتره که عکسش حاجی باش آره. خانم کت سفید 저 때문에 그지? 아니 뉴스만 말대로 이제 دستور از بالاست 왜 안 가는 경호실이 관리하나? 국정원에서 나올 겁니다. آقا نمیخوام اونو باشم 제가 모십니다. این میخواد ببره این کاج این حرفم اوه اون زیر گوشش دیدی اینو خوردی پوفیوز کثافت چرا اینو راه دادی 불알 두쪽 다 되었는데 뭘 책임져? 제가 해결해서 해주십시오. فرصت 사표 گورتو گم کن این فدا کرده جیره شما دارم کسافتی درست فکر میکردیم آره سیاستی بابا. دیگه پدر مادر نداره علی آقا بله. 사는 놈을 데려다가 برو نبض گنبولی چه کنی زنده است 최소 من تو رو آدمت کردم بعد ببین آخ آجی 2 روز خوابه 이런 아이 이번 사태 어떻게 해야 하는 거야? نمیدونم آجی من آوردمش بری 뭘 어떻게 하겠습니까? هیچ راهی نیست به بنبست تاکتیکی خوردیم ها آجی نیورده بود جدی مشکلی نبود آره. 경찰이? 특검? 더 골치 아파요. 그냥 안원정이 스스로 해결하려고 하는 게 낫죠. مدیر آن قشنگ کردن تو گونی 살신성인에서 مدیر آن گورتو گم کن 해결하겠습니다. خیلی خب برو من برم موامو درست کنم 잘내지 마. 괜히 긁어부스럼 되니까. 잘하겠습니다. چرا 실체적 진실을 밝히면 되죠. 원하는 방향대로. آه یعنی به نفع خودشون فاشش میکنه شرکت رو فدا میکنه این وسط باریکل چه عکس تو رو نره بخواجی 이게 무슨 개소리야. 내가 왜 책임을 져? 애가 불을 질렀으면 دستور دیگه 오해리 때문에 조직에 개망신당한 건 몰라? خودش بره 그 녹취록 نه 노출한 거 맞아? گفت گردم ولی نه میگه آره آخره بابا مثل منه 너 녹취록에 있는 것도 몰랐다며. میگه آره به خاطر آقای کی میگه آره نه نه من نبودم با مرامه داداش من با نبودم. معرف میگه آره شرط ببندیم آره ببندیم 제가 준 겁니다. آه کی بابا گفت نه من نه تو خیلی مردی کی چه اصاره مرده وای کی؟ بابا اینو رو نذاری 김 팀장, 지금 그게 무슨 소리야?
کی حلالت کی گوهر رو میخواد شاید 팀장님은 차달고 모릅니다. 제가 آبا خفه خون بگیر دیگه یکی گوله تو سر این بزن آروم شه مسخره بازی اینجا کی زد رو میز مسته او دیوانه است پس بریم حرف بزن 자국민이 200여 명이나 죽었는데 대가 آگه خاله بازی اینجا بابا دمش کلا قضیه رو پیشون آره 정상이냐? باریکشل 그러니까 국정원이 욕먹는 거잖아. 무능하고 무책임하다고. تو که خدا وکیلی هستی حالا بقیه کار نداره 여기 지금 주정 부리는 자리 아니다. 까놓고 말해볼까? 동영상에 외부 해커가 침입하는 적 있어? نقربا 그럼 내부에서 누군가가 직접 바이러스를 심었다는 پس حتما یکی اسمو کسافت هایی عمدی عمدن بوده 통제실 출입 نه 가능한 سهون 사람이라면은 국장급 이상이죠? خود رئیستونه بابا 국장? 너 아니냐? نه جونه تو 미쳤냐? 이번 일로 똥바가지 뒤집어 쓴 게 누군데? بابا کار رئیستونه حله بریم 난 네가 한 짓 같은데. 너난 자기라고 못 보잖아. 나 엿먹이려고 일부러 그런 거. حسودی میکردی به آه دعوا شد دعوا شد آخ ای این اومد 원장님께서 다들 집합하시. این آن بود نه آیگو بابا آیگوی اصطلاح مثل داشتیم اینا اوه اوه اداره 국가 이익을 극대화하기 위한 افتخارمو برگردونین 최선을 다하겠다. 동영상 없애면 그 더러운 배신자 خودشه جدی 진짜 가능. 글쎄 회의실에서 نمیدونم شاید اما خودشو احمق جلوه میده بعد از این سریال کره چند موتور این کار با ما کردن ها. من دوستش دارم ولی ریدی باز که جز وا خورد به آقای کی افتاد با هم آقای جمع کی؟ کنیم با هم جمع کنیم آره دیگه کی دراما کی تنهاشونم گذاشتن دراما. آقای کی ممنونم که گردن گرفتی مردی الان میگه 정식으로 사과드리겠습니다. به خاطر مست بودنم سری بریم خانه یه عرق با هم بخوریم چی آقا گفتی بریم خانه نه نه چیه؟ دختره میگی 어쩌다 일이 급박하게 돌아가다 보니 گورت هم گم کن 진답니다. 팀장님한테 딱히 악감정 같은 거 잘했어. کارت خوب بود دختر نکنه کی از عمد این کارو کرده که صداش بیاد بیرون آه نمیتونم با 3% مغزش اینجا داشت. آمده من چه آمدم لاتی این اومد؟ منم دختر بودم این من بود 입 좀 오므리러 가시나요? 날파리 들어가겠다. او 나 지금 تشویقم کرد تشویق 방금 김세훈이한테 들었는데 니만 녹취로 있는 게 아니더라. 기태훈 팀장님도 니 몰래 چه خبره یه فایل اون ضبط کرد آره برا ما هم بگو چه طولانی بود چقدر بد صدا بود من یکی بغل گوشم اینجوری حرف زد تو دهنش میخوابونم خیلی مردی کی رفت تو قلبم این به کی میرسه علی چادرگون به کی میرسه بابا، میمیره چادرگون جون تو باید- علی میمیره عمر با این سن چرا خوشیکل پوفیو چی میخوره این صبح به صبح ورزش میکنه شبان فکر کنم ورزش کنه جی مثل منه کمر باریک جدی ژنتیکشون چقدر خوبه عمل میکنن سریال ممکنه لیلی بابا این که خیلی ارزون قیمته اه کم ترسناکه لیلی مثل سگ زدش آخه حاجی همونو یقه رو گرفته باید مینداختش پایین کیه نکشتیش هنوز که حیوان 이제 그만 손 떼도 돼. همین الان تمومش کن 그게 무슨 말씀이세요? هر جوری سامش کن 사달만 안 죽여요? 다른 팀이 맡기로 했어. اوه 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 تو ریده دیگه حاجی بیکار میشی یعنی بکش بیرون آه بد بودم؟ 날 못 믿어서 نه دیگه نه دیگه ریدی دیگه سو تا بلیتت سوخت 내가 위험한데 딴 놈은 아니었네요. اون یکی کیه نمیدونم اومد شخصیت حاجی. جدید فکر سریال کنم کی باشه علی آقای کی؟ پای بلندی داره کیه؟ 내 곡을 감춘 그 새끼가 کی جدی؟ 지독하고 بیرحم و وحشیان سلام بفزش تو آبی کاربونی رو پوشیده بوری شل چه دقیق 드디어 سایه بالاخره رسید شادو ما قطعا میشناسیم کیه داداش کی سلام سایه چرا کپ کرد چون میشناسش بای نیدش 당신 تو نشون نمیده به ما آخ دیدی کیه داداش آدم با آدامس خیلی تاجی خدا آدم وکیلی موزیه با آدامس خوام بکشتنش آجی این که البته علی گلوی باشه میمیره قتل اینجوری نخوری آجی نخوری خورد نقشه قتلش رو ریختم توف کن قورت ندا قورت که نمیده داداش نه توفش
ممنون که دیدین. دم بچهای بارکد هم گرم. خفن تر شد. بریم تا قسمت بعدی. دمتون گرم. خدافظ. بومبولی بیدار شده چی؟ آخر ضبط باشه بچه گومبولی میره. گومبولی. سلام آقای گومبولی. دست تکون بردار ببین.